در موج برنامه اطلاعاتی خبر. سفری کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون در جمهوری قرقیزستان آغاز شد. رکتوری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با فعالیت اکادمی دولتی آویاسیای بلاروس شناس گردید. در سوق دوام 9 ماه سالی روان 1,107,009 تن انگشت استحصال شده است. در ارژانتین 10 نفر را بنابر سوختاری جنگل به جایهای بی‌خوف کوچانیدند. در زمین لرزه نوبتی در افغانستان 1 نفر هلاک و 50 نفر مجروح شدند. با شرح بیشتری این و دیگر خبر و رویدادها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. 13 اکتبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون با مقصد اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل وارد شهر بیشکک جمهوری قرقیزستان شدند. در فرودگاه بین المللی مناس سروری دولتی تاجیکستان محترم امومالی رحمون را رئیس دیوان وزیران جمهوری قرقیزستان اکیلبک ژاپاروف استقبال گرفت. در حوزه فروم دوم رکتوران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس که از سال 5 تا 8 اکتبر برگزار گردید، رکتور دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان اوسیمی قدرت دولتزاده با فعالیت اکادمی دولتی آویاسیای بلاروس شناس گردید. بین دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان اوسیمی و اکادمی دولتی آویاسیای بلاروس فاکولته مشترک فعالیت دارد. دانشجویان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان پس از ختم کورس یکم در این اکادمی تحصیل را ادامه می‌دهند. در ولایت سوغد دوام دوره‌های حساباتی ینوار-سپتامبر سال روان 982,000 تن سیمنت و 1,107,009 تن انگشت استحصال شده است. طور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون تاکید نمودند رشد ساحه استخراج انگشت و ثمرناک استفاده بردن ذخیره‌های طبیعی مملکت میتواند در پیشبرد اقتصادیات جمهوری تأسیس و فعالیت کارخانه‌های صنعتی سهمی نظررس گذارد. باید گفت که در بخش انرژتیکی مملکت تاثیر انگشت بغایت کلان بوده. امروزها رشد ساحه‌های مختلف خوجگی خلق از جمله اقتصادیات و اجتماعیات را به استفاده آن تصور نمودن غیر امکان است. استحصال انگشت برای تامین روزگاری اهالی علل خصوص در دوره‌های تیر ماه و زمستان و فعالیت ثمرناک انشاءات حیاتاً مهم خوجگی خلق مهم است. در ولایت کاردوبای ارژانتین از سبب افزایش سوختاری جنگل اهالی به جایهای بی‌خوف کوچانیده می‌شوند. آتش در نتیجه گرمی شدید به منطقه‌های وسیع پهن شده محل‌های اهالی نشین را فرا می‌گیرد. 10 نفر الکی از خانه‌هایشان به جایهای بی‌خوف کوچانیده شدند. یکچند خانه‌ها سوخته نابود گردیدند. در خاموشکنی سوختاری جنگل 960 سوختار نشان اشتراک نموده، اینچنین 8 هواپیما و 2 چرخبال جلب گردیدند. در زمین لرزه تکراری افغانستان 1 نفر هلاک و 50 نفر دیگر مجروح شد. این حادثه صبح 11 اکتبر در ولایت هرات در غرب کشور رخ داده است. اطلاع می‌دهد تاس. زمین لرزه با شدت 6.3 بال در کیلومتر 27 سمت جنوب و شرق شهر هرات ثبت گردیده. زمین لرزه تکراری با شدت 5 بال در کیلومتر 28 سمت شمال و غرب این محل اهالی نشین ثبت گردیده است. یادآور می‌شویم که زمین لرزه قبلی 7 اکتبر در کشور رخ داده بود. مرکز آن در کیلومتر 42 سمت شمال و غرب هرات جایگیر بوده. در اینجا 272,000 نفر زندگی می‌نمایند. در همین جا می‌رسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.